مو فایل دیگه هم باز میکنیم که به نام اینی است. نه این هم باز شد، این هم باز است. مثلا زیاد تغییرات هستن، کم و زیاد هستن، شما نمیفهمین کجا تغییر هستن. بعد از اون میاین در ریویو از چی استفاده میکنین؟ از کمپیر. میاین کمپیر کلیک میکنین. اینجا اوریجینال داکومنت است و ریوایز داکومنت است. اوریجینال داکومنت مو داکومنت که شما جور کرده بودین، روان کرده بودین، از اینجا انتخاب کنین. مثلا ما میگم کدامشون هستن؟ 2016 که ما جور کرده بودیم. کتکی ریوایز میکنیم، کتکی کمپیر میکنیم، کتی داشت. اینی را اینجا کلیک کو و ایره اینجا اوکی کو. چکال فایل دیگر را باز میکنه و اینجا میتونین که ببینین کجا تغییر هستن. چک میره کلیک کو کجاش تغییر هستن، فقط اینی منتخبش. این اوریجینال است و این ریوایز هستن. اینجا شاید با علامه سرخ باشه. اینجا ریویژن براتون گفته که یک تغییر آمده که اینی جای هستن. مشکی رو کلوز کنم. چک این رو با کدام خط آورده؟ که اینجا چی شده؟ تغییرات آمده. هر قدر تغییرات آمده باشه کلش اینی رقم سرخ برات نشان میده تا که بفهمی که اینی تغییرات آمده. این رو میگه کمپیر که یک فایل که دیگه فایل مقایسه میکنه. فهمیدین تا اینجا؟ یا سر بر تشریح کنم؟ کی نفهمید؟ کلگی فهمیدین؟ بعد از او کمباین است. کمباین به معنای یک جای کردن است که یک فایل که دیگه فایل یک جای میکنیم. مثلا درباره راپور 2016 یکم معلومات در اینجا نوشته است، یکم معلومات در یک فایل دیگه هستن. او را میخوای که تازه یک جای کنیم، اینجا بیاری. بعد از اون میای اینجا چی را کلیک میکنی؟ کمباین. اینجا میگه که اوریجینال کدام یکش است. مثلا میگم که 2016 است. کدام یک کتش یک جای میکنی. هر فایلی که کتش یک جای میکنی از این انتخاب کن. مثلا میگم این فایل کتش یک جای. اوکی کو چی میکنه؟ مشکی واسه والا فایل دیگه. چک ایرم کتش اضافه کرد. ایرم میگه کمباین. وقتی که دو فایل کمباین میکنن. سرخ خط چرا سرخ است؟ به خاطر که اگه اکسپت و ریجکت میکنین. مثلا ایرا اضافه کردین اینجا، حالا میگین قبول ندارم، باید نباشه. باز از چی استفاده میکنین؟ از ریجکت. و اگه قبول داشتین باز اکسپت کنید تغییرات کنید. فهمیدین؟ ایرا میگه کمپیر. همین خبر است که باز